آدمای بزرگ کیرت میکنن، کیرای بزرگ آدمت. یک نسلی به نام نسل اچ یا نسل اوربی یا نسل بی. میخوای شبیه من باشی؟ نه عمرن. به این میگن نسل حرامزاده. جمهوری اسلامی فدایی داره. فدایی. و کیه و چه جوری؟ این خیلی سوال عمیقه. هاشمی رفسنجانی در اواخر دهه 60 پروژه‌ای رو شروع کرد که تأثیر مستقیم آن این روزها در فضای مجازی دیده می شود. یکی بهم کمک کنه. شب و همش تو میخونه میدم من، سراغ کی رو تخمه نونم من. تموم زندگیم فدای جمهوری اسلامی. بچه انقدر به من گیر ندید که چجوری تو ایران داری با این پوشش فعالیت میکنی. این برنامه توسط باند سعید امامی در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 در سطح جامعه انجام شد و مستقیما بنیان خانواده را نشانه گرفت. واقعا برات متاسفم. بچه‌ها به نظرتون من تو چه شغلی بیشتر استعداد دارم؟ آری به جمهوری اسلامی ایران. به این میگن نسل حرامزاده. آی خانم نواز، آخ چی شد گیر کرد توش؟ من پاشم لپتاپ رو روشن کنم یا با گوشی میام نمیدونم. مامورات رو بفرست شبها و روزها بچه های زیر 5 سال بدزدن. در یک تاریخ در دوران ساسانی مردم بچه هاشون دزدیده میشدن. 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله. دختر و پسرها رو گلچین میکنن، طبقه کارگر میدزدیدن. این مسئله ریشه تاریخی دارد و حکومت‌های ایدئولوژیکی که این روزها به جریان موسوم به گلوبالیسم اسم‌گذاری می‌شوند، این طرح را در سراسر دنیا اجرا می‌کنند. 50-60 هزار دختر و پسر کودک رو دزدیدن. اینا رو می‌بردن در یک مجموعه که الان شده یتیمخونه. اینا رو بردن تو یک مکانی مثل پادگان. شروع کردن اینها رو تربیت کردن. بعد از 10 سال، 15 سال، 13 سال این بچه 5 سالش رو 12 سال پدرمادرش هم نمی‌شناخت. این مال کجاست؟ بعد چیکار کردن؟ بعد دختر پسرهای این بچه هایی که بزرگ شده بودن رو حکومت مجبور کرد با هم ازدواج کردن. نه که ازدواج کردن، با هم سکس کردن. تولید کردن بچه‌های جدید. حکومت ها با استفاده از این افراد در مواقعی که حکومتشان به خطر می‌افتد، هدایت فکری نسل جوان و خانواده ها را در دست می‌گیرند. افرادی که با فحاشی یا با حرکات اروتیک و با ایجاد جاذبیت جنسی کودکان و نوجوانان را نشانه گرفتند. موضوع مهمی که این روزها همه درباره‌اش سکوت کردند، اما این نسل با نام اچ توانسته هدایت فکری نسل زد و حتی بزرگترهای ما را در دست بگیرد. الان داخل کشور شما حداقل 2 میلیون اینجوریه.